بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث امروزه را می خوانم. از ابو هریره روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که دو کار نیک را در راه خدا انجام داده باشد از دروازه های بهشت برایش ندا می شود که ای بنده خدا، این نتیجه یکی از آن دو کار نیک تو است. اگر اهل نماز باشد از دروازه اهل نماز، و اگر اهل جهاد باشد از دروازه اهل جهاد، و اگر از اهل روزه باشد از دروازه ریان، و اگر اهل صدقه و خیرات باشد از دروازه اهل صدقه و خیرات دعوت می گردد. ابوبکر خداوند از او راضی باد گفت یا رسول الله، پدر و مادر من فدای شما، چی ضرورت است که کسی از همه آن دروازه ها دعوت شود؟ و آیا کسی هست که از همه آن دروازه ها دعوت شود؟ رسول الله فرمودند بله، و امیدوارم که تو از جمله همان کسان باشی. أهلا بك رمضان